عزیزان میدانید که حرفهای عربی مثلا حرف ضاد، حرف صاد، حرف طا، عین، این حرفها در تاجیکی نیستند. و یک کلمه ای که عین دارد شما به عین میخونید، علیم را علیم میخونید، معنایش کلا دیگر میشود. مغضوبی را مغضوبی میگید، معنا تماما دیگر میشود. برای همین در نزد تمام علما قرآن را بغیر از عربی با دیگر حرف خواندنش ممکن است. ببخشید تفسیر گفته چیزی دیگر است، اما شما فقط قرآن عربی رو با حرفای سیریلیک یا کریلیک خودمو میخونید، شما معنای آیت ها دیگر میشود، معنای لفظ قرآن دیگر میشود. به جای حرفی ذا وقت ز گفتید گپ تماما دیگر میشود. برای همین ممکن نیست این گونه خواندن. یعنی زنهایی هستند که در 40 سالگی میگن دیگر عقل من نمیگیرد، در حالی که یک انسان اگر کوشش کنه در 80 سالگی هم میتواند